خب بازم سلام. حالا در رابطه با این مثلثی که گفتیم که دوتا مثلث برعکسن، مثل ستاره، به صورت ستاره در میان این دوتا مثلث برعکس، که یه اشخاصی از زیادن پایینن و جمعیتشون زیاده، به سمت نوک قله مثلث میخوان حرکت کنن و به نور برسن. و یه مثلث برعکسی توی این ستاره دیگه، که اونا زیادن، بالا هستن، دارا هستن، وضعشون خوبه، زیادم هستن، باز بعد میخوان به سمت برعکس ای بیان. ما از چند جور دید میتونیم داشته باشیم. میتونیم بگیم که اینا برعکس هم چیزن، او بالان ای پایینه. میتونیم اینطوری حساب بکنیم که نه، اصلا مسئله بالا پایین نیست، هر کدوم از اینا میخوان به نوک قله خودشون برسن و رشد کنن و یک تعداد کمیشون به نوک قله هدف خودشون برسن، که اگر حسابم کنیم هدف ها یکیش نور، یکیش ظلمته، که میگن ملکوت دو تون، ملکوت اعلا، ملکوت سفلا، ملکوت جن و شیاطین و ملکوت خدا، که یکیش نوره یکیش ظلمته. حالا اینا اگر تو جامعه که اینا با همن، توی ستاره که اینا جفت همن، چی میشه؟ اینا با هم در سر راه همو میبندن. الان کسانی که میخوان فساد کنن و کثیف باشن، یه قوانینی هست که جلوشونه میگیره تو جامعه، اینا ناراحت میشن. و کسانی هم که میخوان به سمت نور برن، به سمت هدف خودشون، نوک قله خودشون برن، مثلث خودشون، اینا هم یه فسادایی هست تو جامعه که جلوشونه میگیره، درگیر میشن. این وضعیت جامعه و زندگی ما اگر بخوام یه تدبیری انجام بدیم که این به نوک قله بخوایم برسیم، اولا تو دنیا اینطوری که این مثلث نشون میده تعداد کمی به بالا میرسن. اصلا یه نفر به نوک قله مثلث میرسه، نور میرسه، یکی فقط میتونه برسه به قله ظلمت. و در تکامل انسانی یه نفر هست که میرسه. حالا میشه حسابایی کرد که این اونایی که او بالا هستن، الان بالای قله هستن، دارن کمک میکنن به باقی ها که از مثلث خودشون بکشونشون، کمکشون کنن. و یعنی بزرگان هر مثلثی، هر جامعه خوب یا بد، باید کمک بکنن به افرادی که در مثلث خودشون هستن و دارن تلاش میکنن. او که کمک میکنه آدم راحت، کمک نکنه واویلا.